هموطنان عزیزم سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که حالتان خوب باشه، صحت و سلامت باشین و در هر گوشه و کنار از افغانستان عزیز ما و خارج از افغانستان که زندگی میکنین حال دلتان خوب باشه و زندگیتان خوب و خوشحال و مطابق میلتان بگذره. هموطنان عزیزم شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از گزارش های ما. قسمی که میبینین ما در پارک شهر نو کابل هستم و امروز قرار است بریم با بعضی از رستوران ها که در شهر نو کابل فعالیت دارند و ای که چطور از کار و بارشان و همچنان از غذاهای محلی کشور عزیز ما به شما عزیزان معلومات بدیم. امیدوار هستم که تا پایانی گزارش با ما همراه باشید. یکی از هموطنای ما شورنخود میفروشه، خواستیم امروزشان مصاحبه کنیم ببینیم کار و بارشان چگونه است. سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین. نامتون؟ اصغر. اصغر؟ بله. اصغر جان اینجا چی میکنی با جز شورنخود دیگه چی دارین؟ شورنخود و منتوست از ما. بسیار خوب. چطور است کار و بارت؟ خوب است، شکر است. میشه یک چیزی. روزانه چند کار میکنید در کراچی؟ والا رقمی نیست دیگه، از ما حساب ماهانه حساب میکنیم دیگه. اگه بسنج یک 400 500 یا 300 میشه شکر. روزانه مقدار کار میکنی؟ آه. بسیار خوب. در فصل سرما شورنخود زیادتر استفاده میکنن؟ بله، شورنخود زیادتر استفاده میکنه به خاطر که گرم است. منتو میشه مردم ها خنک میخورم یا اینجا باز نخود میخورم. بسیار خوب. باید از اینکه اینجا کار میکنی شورنخود و منتو اینا میفروشی، دیگه مصروف چی کارا هستی؟ دیگه مصروف هیچ کار. درس خواندی؟ درس تا صنف در خواندیم از نه دیگه. چرا ادامه ندادی؟ خود دیگه نشد دیگه. شوقی چکی نداشتی نمیشه. شوق به درس خواندن نداشتی؟ بله، یاد نمیگرفتم. بسیار خوب. خط اطالی یاد نگرفتی؟ خط مادی چیزا خوانده میتونم، نوشته املای چیزا کلش یاد دارم. خب صحیح دیگه، کوشش میکردی دیگه شما یاد میگرفتی؟ نه دیگه، می شوق شک نداشته باشی نمیشه. چی آرزو داری؟ چی هدف داری به خاطر آینده؟ به آینده دیگه، آینده ما دیگه فعلا خب معلوم نیست. همین وطن ما آرام باشه، فامیلی دیگه خود کل چیز دیگه. وطن آرام باشه، کار بار خودت هم صحیح باشه. کار بار خوب باشه دیگه، هیچ آرزویی نداریم. امروز ما بسلا خیلی است برای ما. بسیار زیاد تشکر اصغر جان. زنده باش. اگه گفتنی داری کمری ما نه زنده باش، گفتنی خاص نداشتم دیگه. تشکر، سلامت باشی، وقتت خوش. پیش روی رستوران اسمت هستیم و میخوایم که همراه یمی کاکایی که اینجا مرغ سرخ میکنه، کباب میکنه، البته مصاحبه داشته باشیم. سلام کاکا جان، خوب هستی؟ سلام، شما خوب هستین؟ سلمان جان تونجا. تشکر، سلامت باشین. ببخشید وقت کار مزاحمتان شدیم. دیگه بله، مشکل نیست. اسمتان چی است؟ اسمم عبدالمتین. عبدالمتین. شما اینجا چقدر وقت شد کار میکنین؟ ما دیگه فعلا خود مدت 3 سال میشه هستیم. بسیار خوب. رستوران از شماست یا کارگر است؟ نه، کار میکنم اینجا. بسیار خوب. چطور از کار و بارتان؟ بازارها چطور است؟ کار و بار خوب است که در عموم حال فعلا سابق خوب بود و حالا یک ذره کم شده، مثلا در عمومی دیگه از کل کار و بارش کم است. بسیار خوب. شما روزانه چه چیزا آماده میکنین اینجا؟ از ما روزانه کباب هم از قابلی هم از مرغ هم از چایوکی هم از. کار شما باز تنها همین
کباب کردن است؟ بله از ما این کباب مرغ است و کباب تکه و چیزا جور میکنیم. بسیار خوب. باز چطور از هموطنای ما اینجا رفت آمدشان؟ هست خدا خوب است میایم مردم میگم چیزمو کراوی گپا ما برای دیگه اضافه چیزی نمیشه ما خمیش خلاص. بسیار خوب. چقدر وقت شد که رستوران اینجا فعالیت داره؟ این رستوران ما کاملا مدت 3 سال سابقا بودیم. مدت زمان در حدود 3 سال میشه کار میکنیم. رستوران سابقه کاریش 50 سال است. 50 سال پیش یعنی اینجا فعالیت داشته؟ بله فعالیتش 50 سال است. بسیار خوب. خیلی مردم دیگه از امو قدیما با این رستوران آشنایی دارن. بله به نام اسمت الله بسیار مردم سابق میشناسن و مردم که خارج باشه و داخل باشه میفهمن که این هتل چقدر سابقه. مردم وای که در خارج میبینن اونها میفهمن که این هتل چقدر سال سابقه داره و شهر نو است. هم در حدود 50 سال میشه. بسیار خوب. چقدر نفر اینجا کار میکنن؟ اینجا کارگر ما 1 نفر فعلا هست. سابق 8 نفر بودن. حالا تا 3 نفر رسیدیم. بسیار خوب. هم آشپزی میکنین هم به مهمانا رسیدگی میکنین؟ صرف از ما کباب است. کباب پخته کردن و پخته کردن وظیفه ما دیگه با داخل از بچه‌های دیگه و مشتریان خدمت دیگه باشه. بسیار خوب. مشهورترین غذا اینجا کدام غذا است؟ یعنی کدام غذا است که مردم میکشونه به رستوران اسمت؟ فعلا دیگه اینجا قابلی و مرغ خوب است. کباب هم خوب است دیگه. دو چیز فعلا قابلی و مرغ. یعنی دوستایی که در کابل زندگی میکنن مخصوصا شارنو اگه بخواین قابلی و مرغ بخورن حتما رستوران اسمت. بله نه ما در خدمت کل مشتری هستیم. بسیار زیاد تشکر کاکا جان. گفتنی اگه داشته باشی کمری ما در خدمت. تشکر. زنده باش، سلامت باشی. گفتنی نداریم. گفتنی خاص دیگه وطن ما آرام شه و آرامی است. فعلا همین کاروبار مردم جور شه و گفتنی ما نیست که همگی فامید از خارج و داخل و کل دیده مردم همیشه ما در خدمت باشیم. بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما. قربانتان. سلامت. دوستای عزیز، قسمی که شما بیننده بودین رفتیم به بعضی از رستوران‌ها و همچنان با بعضی از هموطنای ما صحبتایی داشتیم و فعلا هم اینجا یک جوس فروشی خورد از دیگه. البته میخوایم با مسئول از اینجا صحبتایی داشته باشیم. سلام، وقتتان بخیر. سلام، وقت شما بخیر. تشکر، سلامت باشین. مسئول از چی شما هستین جوس فروشی؟ اجان. اول خو نام از اینه بگوین که من خواندم بالا یادم رفت. وثیق جوسلند. وثیق جوسلند. اسمتان چی است؟ اجمل. اجمل جان، چقدر وقت شد که اینجا کار میکنی؟ اینجا تقریبا 8 سال میشه. 8 سال. اینجا مسئولش خودت هستی؟ خودش نیست فعلا که نام را تا بالا. بسیار خوب. اینجا چند نفر کار میکنین؟ اینجا تقریبا 9 نفر هستیم. بسیار خوب. جوس چی چیزا را دارین؟ حالا فصل 4 که هست، املوک است، کیله است، امرود دیگه افکادو است. بسیار خوب. باز وضعیت کار و بارتان چطور است؟ هموطنای ما میاین یا نه؟ شکر است دیگه، بد نیست. می‌ذارم. یک رقم گفتین، به خیالم که چندان خوب نیست کاروبارتان. خودگار وقت زمستان هم است، خبر کاروبار خونه می باشه، باز فصل خوب است. بسیار خوب. یعنی فصلی که کاروبار شما خوب آمود صحیح باشه تابستان است یا زمستان؟ تابستان. تابستان خیلی کاروبار شما خوب دیگه صحیح است. تو شکر است خوب. بسیار خوب. بجز از اینکه اینجا کار میکنی کدام مصروفیت دیگه داری؟ نه خیر نه. درس کجا رسوندی؟ خلاص کردیم. بسیار خوب. با دوستای ما کدام گفتنی داری؟ شعر، فکاهی، کدام خاطره جالب هر چی میگی کمری ما در خدمتیم. والا کدام چی دیگه خو نداریم که خوب باشن، آرام باشن دیگه. قربانتان. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. وقتتان بخیر. دوستای عزیز، ما هم آمدیم اموت پیش و اینجا یک رستوران دگام است که ببینیم مصاحبه میکنن امروی ما یا نه. سلام کاکا جان. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلام. سلام. نامتان؟ فریدون. اینجا شما مسئول کدام بخش هستین؟ کارتان چی است؟ کباب است، کباب بکنم. بسیار خوب. اینجا نام رستورانتان؟ جاوید رستوران. جاوید رستوران. چقدر وقت میشه که اینجا کار میکنین؟ 10 سال، چیزی کم 10 سال میشه. بسیار خوب. باز چطور است وضعیت کار و بار و بازار؟ نه خوب است، نه بازار نه دیگه صحیح. فعلا خوب است وضعیت بازار یا که قبلا؟
اصلا خوب بود 2000 خراب شده است. مشهورترین غذاهایی را که در اینجا شما آماده میسازین کدام غذاها است؟ قابلی از کباب است. قابلی و کباب. دیگه چی چیزا هست در رستوران؟ یعنی کباب دیگه. کباب گرده است، بال مرغ است، جگر است. که از شامی است. این رستوران یعنی کلا مربوط چی میشه؟ فقط قابلی و کباب است دیگه. بله. بسیار خوب. گفتنیتان چی از هموطنان ما؟ هموطنای ما سلامتی شد. بسیار زیاد تشکر. وقتتان بخیر. دوستای عزیز ما هم پیش رستوران بریانی هاوس هستیم. خواستیم از این رستوران هم به شما عزیزان یک گزارش کوتاه داشته باشیم. بریم با هم ببینیم داخل که کسی هست مصاحبه کنم روی ما یا خیر. دوستای عزیز ما هم داخل رستوران آمدیم. قسمی که شما میبینید مشتریاشان زیاد است. ببینیم که مسئولشان اینا هستن یا کسی دیگه. سلام وقتتان بخیر. علیکم سلام. خوبستین بخیر؟ تشکر سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بخیر باشین. تشکر. خوش آمدید. خوش آمدید به رستوران بریانی هاوس. خوش باشین. تشکر سلامت باشین. اسمتان؟ وفی عمر. وفی عمر. بله. چطور از کار و بارتان؟ شکر از فضل الله. ما خواستیم یک گزارش از رستوران شما هم داشته باشیم. رستوران شما نامش بریانی هاوس است. بریانی هاوس است. بله. بجز از بریانی دیگه کدام غذاهای دیگه اینجا هست میشه؟ طوری است که زمان تقریبا 3 یا 4 سال پیش اراده و تصمیم بود که به فضل الله 1 سال میشه این را ساختیم جور کردیم و بدون بریانی غذاهای هندی و پاکستانی زیادتر ما داریم و چاینیز غذاها هم داریم. چومیان و چیلی رای کسایی که در پاکستان وقت دیر کردن اونا بسیار خوب به غذا بلد هستن و غذای ما که هست کلش خوشمزه است. بسیار خوب. در غذای افغانی چی کدام غذا را داریم؟ غذای افغانی فکر میکنم که دالماش داریم. فکر میکنم نمیفهم که افغانی سانی مغز مسخره داریم و همین چیزا داریم. دیگه همونش غذای خارجی است. بسیار خوب. باز مهمانایتان هم خارجی می باشه یا نه؟ خارجی هم هستن و داخلی هم هستن. مهمانای ما طوری است که یک ایدیا یا یک نوآوری است در افغانستان که فکر میکنم ما اول یا دوم کسایی هستیم که یک چیز ساختیم که در افغانستان تمامش قابلی پلو و جای دیگه بودن. این یک چیز به این نام ساخته نشده بود که ما ساختیم و یک چیز هست که افغانا خوش میکنن، خصوصا مردم کابل، مردم قندار به بسیار علاقه دارن. کسایی که در پاکستان رو تیر کردن و بخیر دیگه. خب امی قسمی که غذاهای مثلا مشهور وطن ما در دیگه کشورها علاقمندای خودش داره، اما قسم غذاهای مشهور کشورهای دیگه در کشور خودمون علاقمندای خودش داره و واقعا کار بسیار خوب نکردین. با مثلا غذای هندی و پاکستانی خیلی خوشمزه است، اما تو چی میگن تند و تیز است. تشکر بسیار. بخیر باشید. کسایی که در پاکستان بودن یا در هند بودن، مسئولین که در هند بودن، اونا پشت همون قسم یک جای میگشتن که ما اینجا را ساختیم و مشتری خود داریم. شکر الحمدلله. بسیار خوب ماشاءالله. اما مشهورترین غذایی که اینجا هموطنای ما به خاطر اونمو غذا اینجا رو میخوان پیدا کنن بیان کدام غذایی دارن؟ بریانی. سیگنیچر فود ما کس بریانی است. بله دوستان عزیز ما هم چاشت اینجا بودیم. بسیار بریانی خوشمزه داشت. تشکر. بخیر باشید. سلامت باشین. گفتنی اگر داشته باشین کمری ما در خدمتتون. بخیر باشید. ما بسیار خوش میشیم که قسم یوتیوبرها یا کسایی که ولاگر هستن در شهر کابل خصوصا در شهر میگردن و از جاهایی که مردم زیادترشان به او آگاهی ندارن اونجا میرن و غذایی که خوش میکنن. بعد از اون قسم ویدیو میسازن. ما بسیار خوش میشیم. تشکر از شما. تشکر از شما. ما این مسئولیت ما است که زیبایی‌های کشور ما را به هموطنان ما نشون بدیم تا اینکه آشنایی پیدا کنن و بفهمن که در کشور ما جایهای خوب، مکان‌های زیبا زیاد است. بخیر باشید. سلامت باشید. بخیر باشید. دوستان عزیز ما هم پیش رستوران پاییز هستیم. یکی از رستوران‌هایی است که در شهر نو فعالیت داره. خواستیم یک بار داخل بریم ببینیم که وضعیت و کار و بارشان چگونه است. تا آخر با ما همراه باشید. سلام خوب هستین؟ زنده باشین. تشکر. خوش آمدید. خوش باشین. تشکر. سلامت باشین. مسئول اینجا شما هستین؟ بله بفرمایید. ما گزارش تهیه می‌کردیم در رستوران‌های در شهر نو فعالیت داشت رفتیم و خواستیم با شما یک مصاحبه داشته باشیم. ما در خدمت هستیم. رستوران پاییز خدمت شماست. قدم رنجه کردین که آمدین. سوالات دارین ما در خدمت. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. شما چقدر وقت میشه که اینجا کار میکنین؟ ما مدت
فعالیت رستوران تا میگین منظور شما چی از خود ما؟ خب اگر به ما بگین که رستوران چقدر وقت شد که جور شده و اینجا فعالیت داره و اینکه شما چقدر وقت شد که کار میکنین، در کدام بخشش کار میکنین؟ خب رستوران مدت 3 سال الی 3.5 سال شده که فعالیت میکنه. در سال 2021 فعالیت خود آغاز کرده تا اکنون. دیگه میمونا داریم و شرایط یک کم زیاد شده. دیگه انشالله ما در خدمت میمانای خود هستیم. رستوران بر میمانا باز شده و ما در خدمتشون هستیم. بسیار زیاد تشکر. حیدر جان، از زمان ابتدای از رستوران تا حال شما کار میکنین اینجا؟ نه خیر، از ما یک مدت 2 سال میشه. رستوران 3.5 سال میشه. از ما مدت 2 سال میشه، 2.5 سال فعالیت میکنم اینجا کار میکنم. بسیار خوب. در کدام بخشش فعالیت میکنین؟ خب ما از ما کسی که پوزیشن ها فرق میکنن. دیگه از ما گدواد است. دیگه حتی میتونم مدیریت هم کار کنم، منیجری هم، سوپروایزری هم، دیگه تمامش است، اوردر تیکریش. بسیار خوب. درباره رستوران به ما معلومات بدین. کدام غذاها را دارین، کدام خدمات را دارین به مشتریایتان؟ خب رستوران تو ما 5 نوع از کشورهای مختلف غذا داریم که غذای چینایی است، غذای ایتالیایی است، غذای هندی است، غذای فست فود ما است، غذای افغانی هست که غذای چینایی ما چیکن چاومیان، ویجیتبل چاومیان، متن چاومیان. غذاهای هندی ما هم که چیکن هندی است، متن هندی است. غذای افغانی ما که است فصل غذای افغانی زیادتر لاندی پلاو است، شوله قربندی هست، دیگه روش است. این غذا زیادتر به فروش میرسه. خب زیادتر غذای فست فود ما زیادتر فروخته میشه. بسیار خوب. شما مهمانایتان از خارج از کشور آمد یا هموطنان خود ما غذای خارجی فرمایش؟ خب غذا مشتری داریم که از خارج از کشور آمد، از کشور چین هستن، از کشور آمریکا اینجا میاین. ما زیادتر مهمانا داریم چون ما خود ما یک بخش گست هاوس فعال کردیم، مهمانخانه است. تمام خارجی ها که اینجا میان غذا نوشجان میکنن، باز و جای به شب بودن نیاز دارن. خب باز ما اونجا میبریمشان و انشالله از ما راضی هستن از گست هاوس ما. بسیار خوب. یعنی به مهمانایتان که در کابل خانه ندارن، جای بود و باش ندارن، مکانی است که شب هم باشن؟ بله ما در خدمت هستیم. رستوران چیز هست که به خود پرسنل ایجور نمیشه، به مردم است و کسایی هستن که غذا میخواین که میل بکنن به امو هست. بسیار خوب. اکثریت مشتریایی که در این رستوران میآیه غذایی را که فرمایش میدن افغانی است یا خارجی؟ مشهورترین غذای افغانی تان که بیشتر طرفدار داره در این رستوران کدام غذا است؟ خب ما غذای مشهور ما پلیترای افغانی است که 4 نفره داریم، 3 نفره، 2 نفره، 1 نفره است که 4 نفره 3 رقم است، 3 رقم برنج داره و 4 رقم کبابش است، 2 نوع سالندی داره، 2 نوع سالات است و نوشابه و خب قیمتش فرق میکنه. از ما 4000 هم پلیتر داریم. خب نظر به فرمایش میماناست. باز مشهورترینش می غذای پلیتر افغانی است که تمام برنج و قابلی و بریانی تمامش دهی هست. باز زیادتر تمام غذا فروش میرسه، مثل فست فود ماست که پیتزا هست. مردم دوستای ما زیادتر به نام از این آشنا هستن. قابلی هست، مثلا چیکن چاومیان هست، مثلا پیتزا هست. دیگه براتون بگویم بعضی غذایی هست که فست فود است که طرفدار بیشتر داره. خب فست فود با زیادتر کسای خارجی زیادتر انتخاب میکنن. بله، خارجی ها خب اکثرا فست فود مثلا انتخاب میکنن، نوش جان میکنن و مردم افغانی ما دیگه می قابلی و کباب و چیزا زیاد. بله خب نظر به میل یک مهمان است دیگه. بله بسیار خوب. بسیار زیاد تشکر. زنده باشین. اگر شما خواستین باز سالونای ما رو به تصویر بکشین، ما در خدمت هستیم. سالونای داریم، سالونای فامیلی است، سالونای محفلی است، سالون به سالگرد داریم دیگه. 60 نفر، 70 نفر، 80 نفر هر سالون ما گنجایش داره که در عموم در 200-250 نفر ما در یک وقت میتونیم پذیرایی درست داشته باشیم. میتونن که عروسی خود، شینی خوری، بعض محفلای رسمی خود میتونن در اینجا بگیرن. بسیار خوب. حتما تصویر شما می داشته باشین، دوستها ببینن. اگر گفتنی داشته باشین کمری ما در خدمت. خب گفتنی خاص ندارم. گفتنی ما همین است که مردم ما آرام باشن، یک جا باشن، قوم‌پرستی نکنن، یک جا باشیم، وطن خود را آباد بکنیم که این وطن با ما نیاز داره. با می قشر جوان است. این قشر جوان اگر در کشورهای دیگه برن، این کشورها از یا استفاده میکنن، کشور خود جور میکنن، ولی از ما استفاده میکنن و
وطن ما میمانه. کوشش بکنن جوانای ما، تجارای ما بیاین به افغانستان سرمایه گذاری بکنن. چند نفر دیگه که بیکار است و میتونن که در کار گرفته شن. که سالونایی که پاییز کانتیننتال داره ببینیم و اینکه چگونه یک فضا داره تا اینکه شما عزیزان هم بیشتر آشنایی پیدا کنیم و شما میتونید که با ما معرفی کنید. خب این سالن مردانه هست. این سالن مردانه هست، گنجایش 60 نفر داره. ما یک بخش سنتی آماده کردیم، فرش است و بالشت است. اون سمت و این طرف ما بین که است میز و چوکی است. کسی که دوست داشت میتونه که از میز استفاده بکنه و کسی که فرش دوست داشت باز میتونه که از فرش استفاده بکنه. دیگه یک 60 یا 80 نفر گنجایش داره. دیگه یک بخش آشپزخانه ما در اون سمت است که اوپن است. تمام غذاهایی که شما در پاییز میبینید در اونجا آماده میشه. بسیار خوب، واقعا فضای مقبول داره. یک بخش ما کافی شاپ است که کافی شاپ ما کافی از چای اسپیشال ما از کیکای فرمایشی ما اینجا خود ما کیک پز داریم، کیک آماده میکنیم. ما بعد از دسترس مهمانای عزیز خود قرار میدیم. باز شما اگر خواستی یک چند تصویر از کافی شاپ و از کیکای ما رو میتونید داشته باشیم. بله حتما. دوستان عزیز، ما همچنان رسیدیم به آخرین دقایق گزارش امروزی ما. امیدوار هستم که بیننده بوده باشین و مورد پسندتان قرار گرفته باشه. به خاطر بیشتر دیدن برنامه‌های ما میتونین چینل ما را لایک و سابسکرایب کنین تا برنامه‌های بعدی که باز هم من سادات با یک گزارش جدید در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم.